بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های محترم، ما در نزدیک هتل پروان هستیم، در یکی از منطقه های شهر کابل. امروز میخوایم با یکی از فروشنده هایی که یک کاکایی هستند و با این سن سالی هم که دارن با خانمشان بولانی پزی میکنن. این به گونه به باور ما اتفاقا یک الگویی است. یعنی ما اینجا آمدیم، هدف ما میخوایم با این کاکا گفتگو بکنیم. اصل هدف ما است که این کاکا را به گونه الگو یعنی ما بپذیریم، به گونه الگو ببینیم. یعنی این کاکا در سنی که قرار داره ریش سفید است، ما از دور میبینیم. با خانمش بولانی پزی میکنه. این که کار کردن چیز بدی نیست، یعنی در هر سن سالی باشی میتونی کار بکنی، میتونی فعالیت بکنی. شورمندانه در افغانستان یکی از چیزهای بدی که وجود داره است که ما بیشتر وقتها جوانای ما از کار، از مسئولیت فرار میکنن. یک بانیشان هم است که کار نیست دیگه، غریبی نیست، دست به گدایی میزنن. بسیاری از جوان ها هستند. این کاکا با وجود از اینکه سن بالایی داره، با خانمش او اس مسئولیت پذیری را که داره و او اس مهربانی را که داره در برابر خانمش، در برابر دخترش، در برابر بچیش، به همین خاطر این کار میکنه. این یک پیامی باید باشه، یعنی یک پیام اجتماعی فرهنگی که آدما میتونن کار بکنن. یعنی کار چیز بدی نیست. به همین خاطر ما میخوایم با این کاکا یک گفتگو بکنیم و ببینیم که بولانی هم اگر داره از بولانیش خرید هم بکنیم و یک پیامی هم که داره به دیگران برسانه به مردم های دیگر. سلام علیکم کاکا. خوب هستی کاکا جان؟ بخیر هستی؟ سلامت جان؟ چون خاله جان تو خوب هستی؟ بخیر. خب کاکا، ما چندین روز است، یعنی من خودم چندین روز است که از این منطقه میگذرم و خودت تکیجا میبینم، یعنی خیلی به من خوشایند میباشه این کاری را که خودت میکنی. خوش باش دیگه یک الگویی است به باور من که خودت در این سنی که قرار داری با خانمت، خودش یک پیامی است که یعنی آدما میتونن کار بکنن و کار چیز خوبی است. به همین خاطر ما میخواستیم که همراه خودت یک گفتگو هم بکنیم و دیگه ای که با آشنایی پیدا بکنیم، بیننده هم بشناسن دیگه. همیشه که خودم معرفی بکنیم. ما نام شاه مقصود از حبیبی تخلص میکنم. دیگه کارمند متقاعد هستم، افسر هستم متقاعد. خب افسر بودی نه؟ کدام سال خانه نشین شدیم؟ خانه نشین یک سالای زیاد میشه دیگه، یک 12 سال میشه. خب باشنده همین کابل هستی نه؟ اصلا از کنر ولی زندگی همیشه. خب چند سال میشه در کابل هستی؟ 50-55 سال میشه. خب بسیار خوب. دیگه بچه و دختر اینا خود داری نه؟ دارم شکر. خب ما خواستیم که یک پیامی هم مثلا که از خودت و کسایی که بسیاری از جوان ها هستن با وجود از اینکه توانایی دارن، با وجود که توانایی کار دارن، مثلا از کار فرار میکنن یا باورشان نیست که کار غریبی نیست. مثلا اگه خودت بخوای یک پیام بدی به این نسل جوانی که بیشتر دست به این میزنن که دیگرها کمکشان بکنن. والله بی‌ایمانی است که توانش داره و کار نکنه. خب والا خود ما فکر کنم نفس تنگی دارم، از کار ثقیل نیستم، نمیتونم، سنم بالاست و تکلیفم دارم. والا همین که توانایش دارم و در پالی خانه میمونم، اینجا کار زمان که برسون بده خودش یک پیام از برای جوانا میبینه روزمره. این خیلی خوب است، یعنی که خودت با خانمت یک جای کار کردن نمیتونیم، گدایی کردن نمیتونیم. برادر متقاعد است، 3 سال میشه تقاعد یا متقاعد است. خالم هم کار را دولتی یا کارمند پانتون کابل بود از ریاست نشراتش. ما هم جنگروال متقاعد است. ببینه کار دیگه خواهیم مجبوری بد کنیم. باید آدم کار بکنه، فرار از کار. ببینه بیننده های گرامی، هم کاکای ما کارمند دولت بودن، هم همسرشان، و این یک همت میخواه. یعنی کار کردن کار نیست که بگویی پایین است و بالاست و شرم است و خجالت میکشیم. این خودش یک پیام است. این واقعا یک الگویی است که نسل جوان به ویژه باید بگیره. میشه که از خالم گپ بزنیم با همسر؟ سلام خاله جان،
خوب هستی؟ بخیر؟ سلامت باشی. میشه که نامت بگویی؟ محبوبه نیوال است. خب کاکایم گفت که شما در گذشته کار دولتی هم وظیفه هم بله، داشتید. در ریاست نشریات کابل کارمند. در کدام سالا؟ در سال نجیب بودم باز متقاعد شدم. خب بسیار خوب. حالا خودت بگونه دستیار همسر هستی نه؟ امروز میخوای کار بکنی، این خیلی خوب است نه؟ مجبوری دیگه چی کنیم دیگه. این که هست، یعنی ما بیشتر مردم افغانستان او نیاز داره، یعنی بله نیاز است، به خاطر که اولادای ما خوب تربیت کردیم، کلش مسئله است و رخ تحصیل دارم دیگه دارم. اگر برای جوان‌ها یک کار پیدا شود خود ضرورت برای ما نیست کار کنیم دیگه. اگر برای جوان‌ها زن و مرد چند تا دختر است کلش فارغ التحصیل است، کلش دیپلم گرفته. چند دانه دختر بچه داره؟ 4 دختر دارم، 2 بچه. همیشان تحصیل کرده هستن؟ کلش تحصیل کرده هستم. خب در کابل هستن؟ در کابل هستن. اگر بر جوانای یک کار پیدا شود بهتر است. یعنی جوانای دیگه که مثال دست در گدایی دراز میکنه، از گدایی کده یک کار پیشه کنن بهتر است. اصل گپ همیست، یعنی اصل پیام همیست. ما هم به می خاطر اینجا آمدیم، یعنی یک پیام است برادر و خواهرای عزیز، یعنی فرار از کار چیز درستی نیست. از کار دیگه تا که بری در سرکا استاد چوی یا دست دراز کنی کار اگه شد میخوری، نشد صبر خدا میکنی. سلامت باشی. ما یک چیز دیگه میخوایم انجام بدیم که یعنی میخوایم یک تعداد بولانی هم خرید بکنیم از شما و نه نزدیک هم خرید شو، هم ما زمان افطار نزدیک است. شما بولانی آماده دارین مثلا؟ بله. و چی تعداد است؟ 100 دانه دارم. 100 دانه بولانی آماده هم است، یعنی ما توان خریدن 100 دانه بولانی را بگونه آماده کردیم که 100 دانه بولانی هم که آماده داره و بولانی را هم از شما بگونه خرید بکنیم و مسلمان ها زمان افطاری است، هم یک خرماش و هم ثواب. نکنه بهترین ثواب است که در وقت رمضان هم کسی یک دست خیر پیش کنه برای یک مسلمانی که نداره یا روزه داره است، ثواب زیاد میکنه. چند میشه 100 دانه بولانی؟ 1000. یعنی 10 روپیه. یعنی خب بسیار خوب. ما از کاکا یک بولانی هم خرید میکنیم، یعنی معلوم میشه که فعالیتشان خیلی خوب است. نام خدا هم خالیم هم کاکایم دیگه 100 دانه بولانی دارن. ما این بولانی را هم میخریم و به خاطر زمان افطار نزدیک است و هم خرما باشه هم ثواب. ما 1500 داریم و این 1000 میشه. 1000 میشه. این 500 روپیه را نه به گونه از این که گویا ما کمک کرده باشیم یا به خاطر پیام دیگه، فقط به خاطر یک تشویق، به خاطر از این که ما مثلا بگوییم دستتان درد نکنه، یعنی خودش یک پیام اجتماعی فرهنگی است. به همین خاطر کاکا جان 1500 ما 100 دانه بولانی را میگیریم و 500 هم به گونه هدیه از طرف شبکه ما. خب برادران و خواهران عزیز، ما گفتگوی داشتیم با کاکای ما، یک الگوست، یعنی فقط هدف ما اینمی است. به همون خاطر 100 دانه بولانی را میگیریم و میریم حوزه افطاری. خب هم بولانی ها کجا هستن؟ یعنی بولانی را آماده میکنی و خاطر از اینکه مردم اگر بخوای است. بله بعض خیر 100 تا 80 تا 100 تا 50 تا را میگیرد توزیع میکنه. بسیار خوب. یعنی آماده باشه، خوب است کسایی که میخرن. بسیار خوب. خب همین هست ها؟ خب ما 100 دانه بولانی را میگیریم از کاکا، هم خداحافظی میکنیم. سلامت باشی کاکا جان، دستتان درد نکنه. از شما بخیر باشی. این بولانی هست که میگیریم. خب خیلی بیایی دیگه، بیا یک کسایی که میگیره بگیره. یک دانه یک دانه. این هم یکی از حالتهای بد ما است، یعنی ما وقتی بخوایم مثلا بگونه کمک بکنیم، ببینید یک وضعیتی هست که نشان میده مردم ما در چه حالت بدی قرار دارن. حتی اگر بخوایی کمک هم بکنی و افطاری نمیگذارن که کار درستی انجام بدی، باید همینجور شد.